روز هشتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. ای بنی اسرائیل، یاد بیارید اون زمانی رو که تو دست فرعونیان شما اسیر بودید و نجاتتون دادیم. یسومونکم سوء العذاب، به بدترین شکل شما را اذیت میکردن. چه کار میکردن؟ یذبحون ابناءکم، پسران شما را سر میبریدن و یستحیون نساءکم، و زنانتون رو برای کنیزی زنده نگه میداشتن. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، و در اینها یک آزمایش بزرگ از طرف پروردگار برای شما بود. این اسارت در دست فرعون. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. خب میدونید که چون فرعون در خواب دیده بود که یک آتشی از سوی بیت المقدس بلند شده و همه خونه های مصر رو گرفته و خانه های قبطیان رو، یعنی فرعونیان رو سوزونده و خونه های بنی اسرائیل سالم مونده، و تعبیرش رو که میخواد بهش میگن که از سرزمین بیت المقدس یک مردی خروج میکنه که سلطنت قدرت فرعونیان رو نابود میکنه. و در واقع حالا یا به این صورت بوده که خواب دیده، یا کاهنانی که ادعا می کردند از آینده و خبرهای غیبی اطلاع دارند این مطلب رو به فرعون گفته بودند، یا به خاطر فرامینی که از پیغمبران گذشته خبر رسیده بوده این رو به نام غیبگویی داشتن به گوش فرعون میرسوندن. به هر حال با کشتن پسران بنی اسرائیل میخواسته که از یک همچین قیامی جلوگیری بکنه و برای تضعیف بنی اسرائیل این نقشه رو طرح کرده بوده که چون مردان توانایی قیام و جنگ دارن، نسل مردان اونها رو بر بندازه و فقط دختران و زنان رو که قدرت قیام ندارن ولی میشه برای خدمتکاری از اونها استفاده کرد، فقط اونها باقی بمونن. بنابراین اینجا خداوند این رو بلای عظیمی میدونه و بعد از اون ماجراهایی که در آیات دیگه توضیحاتش مفصل آمده، خداوند دریا رو برای اونها باز میکنه. اینجا آیه میفرماید که یاد بیارید. اینا همه نعمتاییه که انسان وقتی در یک بلا و گرفتاری دچار میشه و خداوند رو نجات میده، دائم باید ذکر نعمت کنه، یادش باشه که از کجا به کجا رسیده. میگه ای بنی اسرائیل، یاد بیارید اون موقعی که ما شما رو دریا رو براتون شکافتیم و شما رو نجات دادیم. فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، و قوم فرعون رو غرق کردیم و انتم تنظرون، و شما داشتید تماشا میکردید. خیلی جالبه که انسان با چشم خودش هلاکت دشمن قدیمی خودش رو خدا بهش نشون بده، جلوی چشمش دشمنش رو نابود کنه، و این نعمت و لطفی بوده که خدا شامل حالشون کرده بوده. میگه یادتون باشه، هم اون رنج ها رو یادتون باشه و هم نجات از رنج ها رو. و اذ واعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. ای بنی اسرائیل، یاد بیارید، ذکر نعمت کنید اون موقعی که با موسی ما 40 شب وعده گذاشتیم، ولیکن چون موسی به اینها گفته بود که من 30 شب قرار بوده بره، 30 شب میرم و 10 روز بعداً خداوند اضافه میکنه و اینها طاقت این 10 روز انتظار رو نداشتند، اینها میفتن به گوساله پرستی. میگه یادتون بیاد که شما قرار 40 شبه‌ای که ما با موسی گذاشتیم رو شما به گوساله پرستی معبود خودتون رو انتخاب کردید و امتحانتون رو اینجوری دادید، در حالی که و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودید، ظلم کردید به خودتون با این کاری که انجام دادید. خب میدونید که این
گوساله نماد اون تمایلات قلبی بود که در بنی اسرائیل وجود داشت و بارز نشده بود، چون اینها از دریا که گذشتن داشتن رد می شدن تا برسن بخوان به اون سرزمین موعود. دهکده‌ای رو دیدن که اقوام اونجا بت پرستی میکردن و اینها خودشون پیچ کردن، گفتن ای چه خوبه که اینها یک بتی دارند. این من از تفسیر المیزان دیدم. از دلشون گذشت که این حالت، این تمایل، میل به بت پرستی پس در قلبشون بوده، میل به اینکه آدم یک نمادی برای خدا داشته باشه چه خوبه. و این چون در قلبهای اونها بود، در غیاب موسی، سامری از این میل به کجروی اونها استفاده کرد و این گوساله ای رو که طلاهاشون رو ریختن و ذوب کردن و صدا از دهنش در می اومد برای اونها ساخت و اونها تمام عهدهایی که با موسی بسته بودن که تبعیت بکنن از هارون در غیاب او، همه این عهداشون رو شکستن و تمام اون معجزات الهی که در طول دوران پیغمبری موسی علیه السلام ازش دیده بودن و نجاتی که از دست فرعونیان خداوند اونها رو نجات داده بود، همه رو فراموش کردند. عهدهایی که بسته بودن رو شکستند و سختی هایی که کشیده بودند رو حالا که به سرزمین سلامت رسیده بودند از یاد بردند و افتادند به گوساله پرستی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. خب بعد از این داستانی که موسی برمیگرده و قوم خودش رو گوساله پرست میبینه، مجازات میشن اینها و در نهایت توبه میکنند و در واقع این توبه مورد لطف خدا قرار میگیرن، آمرزیده میشن. لعلکم تشکرون. اما مهم اینه که انسان اگر توبه کرد، اگر بلا از سرش دور شد، شکرگزار باقی بمونه. میفرماید که شاید شکرگزار باشید، خداوند شما رو بخشید، شاید شکر این نعمت بخشش رو به جا بیارید. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. دوباره یادآوری میکنه به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یادتون بیاد، به یاد بیارید اون زمانی رو که به موسی ما کتابی رو دادیم که فرقان باشه. یعنی فرقان یعنی چیزی که فرق میگذاره بین حق و باطل، همون تورات. نام قرآن هم میدونید فرقان، یکی از اسمای قرآن فرقانه، یعنی شما با خوندن قرآن حق و باطل رو میتونید از همدیگه تشخیص بدید. ما این کتاب تورات رو که وسیله تشخیص حق از باطل هست و فرقان هست به موسی عطا کردیم. لعلکم تهتدون، شاید که شما هدایت بشید. لعل، شاید. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. یادتون بیاد ای بنی اسرائیل که ما زمانی بود که موسی به قومش یعنی به شما گفت ای قوم، شما به خاطر اینکه گوساله پرست شدید به خودتون ستم کردید، پس توبه کنید. فقتلوا انفسکم، پس باید همه همدیگر را، خودتان را بکشید. حالا اینو توضیح میدم براتون. ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتره به درگاه خداوند. یعنی توبه اونها این بود که صورتهای خودشون رو بپوشونن، هیچ کس ندونه که روبروش کی قرار گرفته و در شب تاریک به روی هم شمشیر بکشن، به خاطر اینکه اون همه معجزه الهی رو دیده بودن، عصای موسی و معجزات زمان فرعون و مقابله هایی که موسی با فرعون داشت و نجات از دست فرعون و من و سلوا و همه اینها معجزاتی بوده که به بنی اسرائیل شده و سنگی که عصای موسی 12 چشمه برش جاری می شده. خیلی معجزات رو اینها دیدن و باز رفتن به گوساله پرستی. حالا دیگه یک امتحان جنگی
در مقابل همدیگه، کارزار در مقابل همدیگه سر راهشون قرار میگیره، به صورتی که صورتها پوشیده باشه و هیچ کس نفهمه با کی داره میجنگه. و بعد این مجازات که یک مجازات بسیار سنگینی بود، برای این بود که این تمایل به بت پرستی در اونها از بین بره و اونها توبه میکنند. توبهشون رو خداوند قبول میکنه. فتاب علیکم، این کارو کنید براتون بهتره. پس اونها توبه کردن و خداوند توبه اونها رو قبول کرد که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. البته میدونید که این مجازات فقط برای اون 70,000 نفری بود که گوساله پرست شده بودن. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة، ولی این ناشکری ها و بهانه‌گیری های بنی اسرائیل تموم نشد. با همه این الطاف الهی دوباره اینها شروع کردن بهانه‌گیری. گفتن ای موسی ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه نری الله جهرة، مگر اینکه ما با چشمای خودمون خدا رو ببینیم. فاخذتکم الصاعقة و انتم تنظرون، پس یک صاعقه‌ای شما بنی اسرائیل رو گرفت در حالی که داشتید تماشا می‌کردید. یعنی یک صاعقه‌ای شد که اینها مردند. ثم بعثنا من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اینا که همچین تقاضایی کردن و در اثر این صاعقه مرگ گریبانشون رو گرفت، دوباره خداوند به لطف خودش و به دعای حضرت موسی اونها رو زنده کرد. چون انسان با این ظرفیت جسمی محدود خودش که تمنای دیدار خدا رو کرده و با این همه معجزات موسی ایمان نیاورده، تحمل درک انوار الهی رو و دیدن خدا با چشم رو هرگز نداره و اینها مردند با صاعقه‌ای. ولی دوباره خداوند اونها رو زنده کرد که این هم معجزه دیگه از معجزات حضرت موسی علیه السلام بود. باز میگه لعلکم تشکرون، شاید شما شکرگزار شید. ببینید چقدر میاد الان یه لعلکم تشکرون آیه 52، لعلکم تهتدون شاید هدایت شید آیه 53، لعلکم تشکرون دوباره آیه 56. همه اینها برای هدایت و شکرگزار بودن لطفایی که خدا داره میکنه. و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا، ما بالای سر شما سایبون قرار دادیم که آفتاب شما رو اذیت نکنه و براتون من و سلوا فرستادیم. یعنی یک شیره مخصوص و لذیذی از درخت میشه من، سلوا هم مرغ بریونه. اینها نعمت‌هایی بوده که خداوند برای اینها فرستاده و از سنگی هم بوده که حضرت عیسی هم زده 12 چشمه جاری می شده. اینها برای که اینها زحمت نکشن برای به دست آوردن قوت و غذا، چون اینها قصد هجرت داشتن برن بیت المقدس و یک حکومت الهی که حاکم اون به دستور خود خداوند حاکم اونها شده باشه و ظالم نباشه و معصوم باشه، پیغمبر باشه. برای این خداوند این امدادها رو به اونها رسونده بوده، چون قصد هجرت داشتن به سمت یک سرزمینی که با احکام الهی اداره بشه. لذا اگر میخواستن غزا تهیه بکنن و وقتشون بگذره به این جریانا 600,000 نفر بنی اسرائیل، دیگه برای مهاجرت فرصتی باقی نمود. لذا چون قصدشون مهاجرت الهی بوده، خدا هم امدادهای الهی رو سر راهشون قرار میده، از من و سلوا و اون ابری که سایبانشون بوده که از نعمتهایی که ما به شما دادیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، از نعمتهای پاکیزه‌ای که بهتون دادیم بخورید. و ما ظلمنا، ما به شما ظلم نکردیم ای بنی اسرائیل، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ستم میکردن. چون تا آیات بعد میبینید که باز همین رو هم کفران میکنن.